یکی از جمله عواملی که بعضی از مؤلیسه‌هایی که از پاکستان فارغ می شدند و میشند و به جامعه می آیند به محل اجتماع خود و نمیتونند که مفید و مؤثر قرار بگیرند، همین که اجتماع خود درک نکرده، در اجتماع دیگر تربیه شده و ایده او اجتماع در فکر او آمده و گمان میکنه که البته او چیزی را که در او اجتماع در این جامعه سنتی افغانستان هم میشه پیاده کرد. نه، خیلی از علما و دوستایی را داشتیم که به مجردی که به منطقه رفتند از او تشددات و افراطات و غیره کار گرفتند که به اینجا مناسب نبوده او اجرا بشه. او ظرف دیگره، منطقه دیگره. افغانستان و هر ولایت و هر ده و هر قریه و ولسوالی از اون منطقه دیگره می باشه. حالات فرق میکنه، تمدنها فرق میکنه، فرهنگها فرق میکنه. پس چون جامعه سنتیه، پس باید که با خورد و کلان همون منطقه بفهمیم که چگونه برخورد باشه و چگونه نشست و برخاست باشه. برخورد نه، معاشره، مصاحبه، همنشینی، طریقه گفتار، طریقه رفتار، اینا همگی باید که شخص پیش از پیش با اطلاع بر جو و حالات عادی و اقتصادی منطقه و همچنین خود بوی و هوای منطقه نباید که این چیزها را عیار بکنه.